زیرساخت راهپله هوشمند تو 1 دقیقه. یه سری نکات تکمیلی هم هستش که آخر ویدیو میگم. تو ورودی پله باید سنسور قرار بگیره، یه سنسور ابتدای پله و یه سنسور انتهای پله. از هر سنسور یه کابل جدا کشیده میشه تا تابلو. وظیفه سنسور هم اینه که ورود شخص به پله رو حس کنه به این صورت و به کنترلر اطلاع بده. از هر پله باید یک کابل 2x1 یا 2x75 یا تو تابلو برق و به همین کنترلر متصل بشه. تو تابلو برق علاوه بر کنترلر یه منبع تغذیه هم قرار میگیره. روی کنترلر 2 تا ورودی سنسور داریم و بسته به مدلش 24 یا 32 خروجی روشنایی راه پله. از هر سمتی که ورود تشخیص داده بشه، از همون سمت ریس‌ها شروع به روشن شدن میکنن. روی این کنترلر 3 دکمه قرار گرفته که از طریق اینها میشه مدت زمان روشن موندن ریس‌ها، شدت نورشون و میزان تأخیر بین پله ها رو تنظیم کرد. و حالا نکات تکمیلی. ابعاد تابلو برق حدوداً 30x40 سانت کافیه. حتما از کنترلر استفاده کنید که ضد اتصال کوتاه باشه. به کنترلر میتونید هم منبع تغذیه 12 ولت و هم 24 ولت وصل کنید. بر اساس همین ولتاژ ریسه ها رو انتخاب کنید. سنسورها رو حدوداً تو ارتفاع 40 سانت نصب کنید. حتی الامکان از کابل سنسور داخل جعبه استفاده کنید. اگه هنوز تهیه نکردید میتونید از کابل دوزاژ تلفنی استفاده کنید، به این شرط که سوکت رو دستکاری نکنید و اتصالات هم قوی باشه که سنسور خطا نزنه. اگه به مباحث هوشمندسازی علاقه دارید این پیج رو فالو کنید تا از آموزش جا نمونید.